سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 15 سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پیام نت، یک سامانه اپوزیسیون تاجیک در روسیه مسدود کرده شد. بحث مرز سبب زنازانی بین مهاجران از آسیای مرکزی در کراسنگورسک شده است. با تلفن با مرد بیگانه گپ میزد. 17 سالک مساکن سوخت برای قتل همسر. هلاکت دو زن و یک طفل یک ساله در صدمه پرقربانی در واسه. و اکنون تفصیلات خبرها. روسکومنادزور یک اداره دولتی روسیه دسترسی به سامانه روسیه پیام نت، یک سامانه مربوط به اپوزیسیون تاجیک را در قلمرو روسیه مسدود کرده است. در این باره روز 14 سپتامبر سال 2023 پایگاه روسکومسوابودا که سامانه‌های از جانب مقامات روسیه مسدود شده را پیگیری و رویخط میکند خبر داده است. بنا به اطلاع روسکومسوابودا، دو مقاله پیام از جانب مقامات روسیه تحت سانسوری حربی قرار گرفته است. هر دو مطلب به جنگ روسیه به ضد اوکراین ربط گرفته. یکیش درباره احتمال اعلان موج نو موبیلیزاسیون در روسیه است و دومی پیرامون سخنرانی محیدین کبیری، رهبر حزب فعلا در تاجیکستان و روسیه ممنوع نهضت اسلامی و ائتلاف نیروهای اپوزیسیون تاجیک با نام پیمان ملی تاجیکستان که فعالیت آن هم در تاجیکستان ممنوع شده است، در یک انجمن رهبران اپوزیسیون روسیه و پشتیبانیش از اوکراین در این سخنرانی کبیری ماه نوامبر سال 2022 در انجمن مخالفان رژیم پوتین اشتراک و سخنرانی کرده بود، ولی مقامات پیام درباره احتمال اعلان موج نو موبیلیزاسیون در روسیه تازه چند روز پیش چاپ شده بود. نشان یا لینک هر دو مقاله در روسیه مسدود شده پیام در رویخط سامانه‌های در روسیه مسدود شده در پایگاه‌های روسکومسوابودا روز 12 سپتامبر سال 2023 اعلام کرده شده است. سامانه خبری تحلیلی پیام که قرارگاهش در قلمرو اتحاد اروپا است، اساساً در موضوعهای تاجیکستان و بیشتر از نگاه انتقادی نسبت به رهبران کنونی این کشور مقاله نشر میکند، ولی این سامانه مسائل بین المللی از جمله جنگ اوکراین را نیز پیگیری و انعکاس میکند. سامانه پیام را به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ربط میدهند. رهبران این حزب بعد منع فعالیتش در تاجیکستان در سال 2015 به اروپا پناه برده، فعالیت این حزب را نیز به اروپا کوچانیدند. روسیه تا امروز از بین کشورهای دنیا یگانه کشور است که در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از موقع حکومت تاجیکستان پشتیبانی کرد و ماه سپتامبر سال 2022 فعالیت حزب نهضت را در قلمرو روسیه نیز منع کرد. مقامات روسیه به ویژه بعد آغاز جنگ اوکراین سامانه‌های اینترنتی را به صورت عمومی بسته ایستادند. سامانه‌ها را در روسیه می‌توانند برای انتقاد از جنگ این کشور به ضد اوکراین و حتی برای استفاده واژه جنگ در رابطه با زدوخوردهای مسلحانه در خاک اوکراین می‌توانند ببندند. مقامات روسیه با اصرار از رسانه‌ها طلب دارند که جنگ ضد اوکراین را طوری که کرمل می‌خواهد عملیات حربی مخصوص بنامند، نه جنگ. بنا به حساب‌های روسکومسوابودا تا امروز در روسیه بیش از 1.5 میلیون سامانه مسدود کرده شده است، اکثرش برای موقعی از نظر مسکو نادرست نسبت به جنگ ضد اوکراین. روز 14 سپتامبر سال 2023 در حالی که رهبران کشورهای آسیای مرکزی در نشست خود در دوشنبه راه‌های تحکیم دوستی و همکاری بین کشورهایشان را بررسی می‌کنند، در شهر کراسنگورسک ولایت مسکو روسیه بحث مهاجران از 3 کشور مهاجرفرست این منطقه ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بر سر مسائل مرزی به زنازنی گروهی پیچیده با بازداشت 22 اشتراکچی این زنازنی انجامید. تلگرام کانال مش با نشر یک ویدیو از محل حادثه محض اختلاف نظری بین مهاجران را از 3 کشور آسیا میانه را سبب مناقشه آنها در یک توقفگاه ماشین‌ها در شهر کراسنگورسک نامیده این حادثه را چنین بر رشته تصویر کشیده است. ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان به یکدیگر اعلان جنگ کردند، ولی در یک مقیاس خرد با اشتراک 22 نفر در شهر کراسنگورسک ولایت مسکو همه اشتراکچیان زنازنی در کارخانه‌های کراسنگورسک کار می‌کنند و بین آنها در مورد مناقشه‌های دوامدار بین کشورهایشان و دعوای قلمرو بحث و مناقشه سر می‌زد. اما این دفعه این مناقشه‌های لفظی به زنازنی با مشت و لغت در یک تفقیهگاه واقع در نزدیکی میدان ساختمان پیچید. نیروها نابرابر بود. 13 شهروند ازبکستان با استفاده از زیاد بودن شمارهشان 5 شهروند قرقیزستان و 4 شهروند تاجیکستان را تنگ کردند، ولی به جای حادثه رسیدن پلیس باعث شد که این ازدحام رو به فرار بیاورد. پلیس مجبور شد که اشتراکچیان زنوزنی را
تعقیب کرده در اولیه بازداشت کند. بحث مسائل مرزی حل نشده برای کشورهای آسیای مرکزی و ساکنانش سالها باز یک موضوع داغ میماند. یادآور میشویم سال 2021-2022 در جریان مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بیش از 200 نفر کشته شده و 100 نفر دیگر زخمی شدند. زنوزنی بین مهاجران چند سال باز مایه نگرانی مقامات روسیه شده است. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها با اشتراک مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که علاقه بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی‌های عمومی از این کشور اخراج کردند. اکثر آنها را به مدت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند. دادگاه ولایت سوخت شاهجهان فتایف ساکن 28 ساله نویه جبار رسولوف را طبق ماده 104 قسم دوم کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در کشتار همسرش ددبایو گناهکار دانسته به مهلت 17 سال از آزادی محروم کرده است. در این باره از پلیس روز 15 سپتامبر سال 2023 خبر داد. در حکم دادگاه گفته می شود که شاهجهان فتایف و همسرش ددبایو 4 سال پیش یعنی سال 2019 عقد نکاح بسته بودند. بهار سال جاری ددبایو نیمه شب با مرد ناشناس تلفنی صحبت می کند و از این شوهر شاهجهان فتایف خبر یافته او را به خانه والدانش می برد و هدف جدا شدنش را به میان می گذارد. پس از یک ماه میان شاهجهان فتایف و همسرش ددبایو که علاقه جدا از هم میزیستند مناقشه سر میزند. در جریان مناقشه فتایف با کارد خواجگی چند مرتبه به بدن همسرش میزند و او را میکشد. این یگانه مورد کشتار همسر از جانب شوهر در ولایت سوق نیست. قبلا نیز چندین بار خبرها رسانه‌ای شده بود. مثلا ماه مارس سال جاری دادگاه ولایت سوق حیدر حیدروف یک ساکن جماعت دیوت سرزم شهر پنجکند را در کشتار همسرش گناهکار دانسته 23 سال از آزادی محروم کرد. همچنین ماه ینور سال 2023 یک ساکن شهر اسفره همسر خود را نیز برای با تلفن موبیلی با کسی صحبت کردنش به قتل رسانیده بود. در عموم وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک به خصوص کشته شدن همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست می‌رسند. کشتار همسران و سوء قصد به جان آنها در اکثر موردها در زمینه رشک صورت می‌گیرد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 14 سپتامبر سال 2023 در غرب جمهوری باز یک حادثه ناخوش رخ داده. یک ساکن ترسانزاده در دریا غرق شده است. بنا به اطلاع این نهاد 14 سپتامبر تقریبا ساعت 13:20 در نتیجه رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری یک ساکن 47 ساله دهه بابانی استوش و جماعت جوره رحمان و فشار ترسانزاده در رود قرتا غرق شده است. برای پیدا کردن جسد نجات دهندگان ریاست مخصوص گردانده شده خدمات جستجویی و نجات کمیته حالت‌های فوق‌العاده سفربر شدند. بعد راه‌اندازی کارهای جستجویی جسد این شهروند پیدا و به مقامات حفظ حقوق سپرده شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده با اظهار همدردی به خانواده مرحوم از ساکنان کشور خواسته است که در ساحل کول و دریا و کانال‌ها و هنگام شناوری قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنند. بنا به آمار رسمی کمیته حالت‌های فوق‌العاده در نیمه اول سال 2023 در کول و دریا و کانال‌های تاجیکستان 87 نفر از جمله 46 کودک و نورسان تا سن 16 غرق شدند. سال گذشته در جمهوری 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس غرق شده بودند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح 14 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 9:30 بر اثر چپه شدن یک ماشین سبکروی تمغه اوپل در حدود نویه واسه 3 مسافر این ماشین 2 زن و 1 طفل جان باخته، یک زن دیگر مسافر اوپل جراحت برداشته است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی صبح 14 سپتامبر تقریبا ساعت 9:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا علی نظروف اشورالی سال تولدش 1974 ساکن نویه واسه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولوب در حدود نویه واسه از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده و به سمت مقابل حرکت رو برآمده
ماشینش را چپ کرده است. در نتیجه صدمه مسافران این ماشین علی‌نظر و پریگل سال تولدش 1976، خوجانظر و فیروزه سال تولدش 1975 و خورسال علی‌نظر و یاسمین سال تولدش 2022 ساکنان نویه مذکور جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند در را به هلاکت رسیدند. مسافر دیگر کلتای و تاش گلوی سال تولدش 1993 ساکن همین نویه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگر حادثه آورده نشده است. وزارت کارهای داخله گفت تحقیق این حادثه ادامه دارد. بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخله در نیمه اول سال 2023 در راههای تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده، 514 نفر دیگر جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه ها در راه تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه واسه بواریزه مرد 39 ساله ساکن نویه حمدونی مراجعت نموده است که 5 سپتامبر سال 2023 تخمیناً ساعت 17:30 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از زمین‌های خوجگی دیقونیش واقع در نویه واسه 4 سر چاروای کلان شاخدار و 10 سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانده شده 49000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن شهر کولوب که پیش با ماده‌های 237 244 و 252 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 32 ساله ساکن نویه شهرنو همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمانبر شبانه صبح بر وقت 14 سپتامبر سال 2023 تخمیناً ساعت 05:00 هنگامی در مرکز دلخوشی شام دوستی شهر دوشنبه قرار داشتنش به طریق پنهانی از جیب مرد 34 ساله ساکن پایتخت همیانش را که در داخل آن یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و 1800 سومونی بود دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 5000 سومانی را تشکیل می‌دهد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.